سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان. در این قسمت من ثبت نقدی رو خدمت دوستان توضیح میدم. ثبت نقدی برای موقعیه که یک نفر به صرافی مراجعه میکنه، یه پولی میده یا یه پولی میگیره و هیچ عملیات دیگه انجام نمیشه. معمولا یه طرف این سند صندوقه یا خزانه است. یعنی شما پول از طرف میگیرید میذارید توی خزانه یا از خزانه بر میدارید میدید به اون نفرتون. خب من یک طرف برد رو خزانه انتخاب میکنم و طرف رسید رو هم مثلا کد 2 شرکت فرمانگار. نوع ارزمون هم $1، 1000 تا، 1200 تا. توضیحاتم محمد جان تحویل گرفت. همین سادگی. کلید F8 رو که بزنید صندوق برد میشه و کد 2مون رسید شد. اگر الان توی گزارشات از کد 2 گزارش بگیریم می‌نویسه نقدی به صرافی، کد سند 441017 محمد جان تحویل گرفت و $1200 رسید شده. خاطرتون باشه همیشه وقتی صندوق برد میشه مثل اینجا، وقتی صندوق برد میشه یعنی پول وارد صندوق شده، وقتی صندوق رسید میشه یعنی پول از صندوق خارج شده. ثبت نقدی توی ورژن های قبلی نرم‌افزار صرافی اینجوری بود و همونطور که توضیح دادم قبلا تو ویدئوی قبلی شما میتونید اینجا چند تا مقدار ثبت بکنید. یعنی به جای اینتر اگر کنترل اینتر بزنید میتونید مقادیر مختلف اینجا ثبت بکنید. ما در ورژن جدید نرم افزار صرافی اینو یه تغییر کوچولو بهش دادیم به خاطر اینکه کاربریش راحت تر بشه. چجوری؟ یه قسمت اضافه کردیم به اسم برد و رسید صندوق. برد و رسید صندوق دقیقا همون سند نقدیه، با این تفاوت کاربریش راحت تره. اگر دقت کنید شماره اسنادم ادامه همونه، چون ما همیشه یه طرف این نقدیمون یا بردش یا رسیدش صندوق هست و صندوق هم معمولا صرافی ها یک صندوق یا یک خزانه بیشتر ندارن. این رو هم میتونید اینجا توی قسمت تنظیمات سیستم بگید که صندوق پیشفرض صرافیمون و هزینه پیشفرض صرافیمون چیه. اینجا میتونید اینا رو تعریف کنید. ما الان یه دونه هم بیشتر نداریم. خب پس اینجا اول انتخاب میکنیم که صندوقمون برد شده یا رسید شده. اگر پول از صندوق دادیم یعنی صندوق رسید شده. اگر پول گرفتیم وارد صندوق شده یعنی صندوق برد شده. خب اینجا صندوق رو برد میزنیم، پایینش نوشته طرف رسیدمون کیه، میزنیم مثلا شرکت همون فرمانگار. خودش انتخاب کرد چون یه فردا ما بیشتر تو کل اشخاصمون نداریم. نوع ارز من 5 میزنم چه یورو، مقدارش هم میزنم 100 تا. نکنید به محضی که مقدار و نوع ارز رو انتخاب کردم اینجا تو لیست پایین اضافه شد. اگر خواستیم برای این توضیحات می‌نویسیم
مثلا تبادل یورو، شرحش هم بهش اضافه شد. یعنی فرق این فرم با اون فرم نقدیمون اینه که شما برای هر یک از اون مقادیر میتونید یه توضیح جدا بنویسید. مثلا افغانی مثلا 25,000 تا میده، یعنی پول خوب گرفته. دوباره مثلا تومان مثلا 6 میلیون گرفته، اونم مثلا دادیم به آقای اکبری. خیلی کاربریش راحت تر از اونه. هر یک از این مقادیر هم اگر اشتباه بود یا خواستین عوضش کنید یا حذفش بکنید انتخابش میکنید. اگر خواستین حذف بکنید کلید دیلیت رو میزنید. اگر خواستین اصلاحش بکنید اینجا مقدارش رو اصلاح میکنید. مثلا میرسیم 65,000 تا بوده، اینجا شد 65,000. بعدش هم ثبتش میکنیم. کلید F8 ثبت میکنه. الان ما اگر از گزارش کد فردانگارمون گزارش بگیریم، نقدی به صرافی داده، تبادل یورو، توضیحاتش هم جلوش میاد. این ما میتونیم سفر رو فول بکنیم که همه رو ببینیم. من این ببندم. من رزولوشن سفر رو کم کردم به خاطر که حجم ویدیوها کم بشه و الا این فرم روی صفحه رزولوشن بالا بزرگتر هستش. خب ما یه نقدی 44,10,18 ثبت کردیم در ساعت 12:59 100 یورو رسید شده، 65,000 تا رسید شده و 6 میلیون تومان هم اینجا رسید شده. بالانس حساب این آقا الان این، چون ما سند دیگه براش نزدیم. $1,200 رسیده، افغانی 65,000 تا، تومان 6,500,000 و یورو هم 100. نکته دیگه که من بگم، حالا بعد در موقع توضیح این گزارش توضیح میدم. شما هر یک از این سندها رو اگر روش F3 بزنید یا با موستون دابل کلیک بکنید اون سند رو میاره براتون و اگر خواستید اصلاحی انجام بدید روی سند میتونید انجام بدید و دوباره ثبتش کنید. خب من ثبت نقدی ها رو تموم میکنم. تو قسمت بعدی میرم برای توضیح در مورد حواله ها.